هممون احتمالاً این آهنگ از محسن چاوشی رو گوش کردیم. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا. اما بهار جان ها چیه؟ چه فرقی با بهار فصل زمین داره؟ و انسان کی میتونه جانش رو بهاری کنه؟ ببینید، بهار فصل رویشه، فصلیه که زمین از حالت زمستانی خودش و حالت بیرشدی، خاموشی یا مرگ، حتی اصطلاحش رو به کار ببریم، مرگ خودش خارج میشه. زمین رشد میکنه، رویش پیدا میکنه. بهار جان آدم هم همین کار رو میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه همین جوری که وقتی فصل بهار میرسه زمین اصطلاحاً رشد میکنه، این که اصطلاحاً یعنی چی رو ادامه توضیح میدم. زمین رشد میکنه، بهار جان آدم هم وقتی میرسه روح انسان از حالت خمودی، خستگی، کسلی، بیرشدی نجات پیدا میکنه و شروع میکنیم به رشد کردن. حالا بین این دوتا بهار زمین و بهار جان چند تا اختلافه. اولیش اینه که فصل بهار زمین هر سال رخ میده. یعنی شما هر سال یک روتینی داری به اسم فصل بهار که بعد از زمستانه. نمیشه سالی باشد که زمین فصل بهار نداشته باشد. درست شد؟ اما بهار جان آدمی اینجوری نیست. گاهی انسان‌ها در کودکی، گاهی در بزرگسالی و گاهی هرگز بهار جان برخی نمیرسه. دومین فرقشون اینه که فصل بهار ما اصطلاحاً میگیم فصل رویش و زنده شدن زمین است. درست؟ در حالی که خود زمین رویش و زندگانی و رشد ندارد. اون گیاه داخل زمین است که رشد میکنه. اما بهار خود جان آدم خود انسانه که رشد میکنه. یعنی خود تو رشد میکنی، روح تو بزرگ میشه. سومین تفاوتشون اینه که فصل بهار یک زمان محدوده، چند ماه محدود میشه فصل بهار دیگه. از اونجا به بعدش دائم میریم تو چرخش فصلا، بعدش زمانش تموم میشه و نمیشم که بگیم مثلا یک سالی بشه که بهار به جای 3 ماه بشه 5 ماه. یعنی یک تایم محدود. ولی بهار جان آدم میتونه تمام عمر باشه. یک انسان میتونه تمام عمر بهاری باشه، نه 3 ماه، نه 2 ماه، نه 1 ماه. و نکته مهم اینجاست که انسان به طور عادی در حالت زمستانی خودش به سر میبره. یعنی روح انسان به طور عادی زمستانیه. اگر کاری نکنیم، اگر تلاش نکنیم، اگر زحمت نکشیم، اگر تلاش بسیار زیاد نکنیم، ما همیشه زمستانی هستیم و به زمستانی عمرمون تموم میشه. همونجور که آیه قرآن میگه که ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. همه آدم ها به طور عادی و به قولی تنظیمات کارخانه اینجوریه که همه انسان ها در راه خسرانن. خسران یعنی چی؟ خسران یعنی ضرر، خسران یعنی بدون رشد. دقیقاً همان زمستان. همه انسان ها در خسرانن جز کسایی که بلند میشن، کار میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن. الا الذین آمنوا. درست شد؟ اونها بله قضیهشون جداست. همونجوری که الان ما داریم میبینیم کسی که بلند میشه کار میکنه پول در میاره، نه کسی که خونه میشینه تنبلی میکنه. حالا برای اینکه دلمون و جانمون بهاری بشه باید چیکار کنیم؟
وقتی میخوایم جانمون بهاری بشه ما به یک اکسیر نیاز داریم، به یک چیزی که زمستان رو تغییر بده. توی زمین ما به این نیاز داریم که زمین نزدیک خورشید بشه تا از گرمای او استفاده کنه، شرایطش تغییر پیدا کنه و زمستانش بهاری بشه. انسان هم همینه. ما خورشید عشق رو داریم که همه داریم عین منظومه دورش میچرخیم. هر که از این منظومه دورتر باشه زمستانی تره و هرچه نزدیکتر بهارتر. برای همینه ما برای بهاری شدن نیاز به اکسیر عشق داریم تا بیاد و یک دفعه همه چیز رو عوض کنه، تا بیاد و انسان رو بهاری کنه. پس تا وقتی عشق نباشه هممون در حالت زمستانی و فرسودگی هستیم. اگرچه که شرایط بیرونیمون مثل پولمون، مثل مقاممون، منزلتمون و کارمون دائم داره رشد میکنه، اما درون ما تا وقتی عشق نباشه زمستانی. امیدوارم تمام عمرتون بهاری باشه. ما رو دنبال کنید.